ریچارد جونز رئیس دفتر بانک اروپایی بازسازی و رشد در تاجیکستان میگوید این بانک آماده است مسئله سرمایه‌گذاری طرح بزرگ انتقال نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان را بررسی کند. بر اساس طرح کسه هزار قرار است یک خط بلند شدت نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان کشیده شود و کشورهای آسیای مرکزی در فصل تابستان نیروی برق اضافی خود را به پاکستان بفروشند. همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم روز 19 نوامبر در این باره و هم در باره برنامه‌های بانک اروپایی بازسازی و رشد در تاجیکستان با ریچارد جونز صحبت کرد. تجربه همکاری بانک اروپایی بازسازی و رشد با حکومت تاجیکستان نشان می‌دهد که شما بیشتر طرح‌های خرد و میانه را در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده‌اید. برای چی تاکنون بانک اروپایی بازسازی و رشد از سرمایه‌گذاری‌های طرح‌های کلان خودداری کرده است؟ به نظر من این حقیقت ندارد که بگوییم بانک ما از سرمایه گذاری طرح‌های بزرگ در تاجیکستان خودداری کرده است. مثلا ما همراه با بانک آسیایی رشد یک طرح راهسازی در دوشنبه را با ارزش 35 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده ایم و امسال ما برای طرح بازسازی نیروگاه برقی آبی نارک 50 میلیون دلار سرمایه اختصاص دادیم. ارزش این طرح که ما با شریکانمان همراه اجرا میکنیم به 75 میلیون دلار میرسد. ما همچنین به حکومت تاجیکستان گفته ایم که برای بررسی طرح‌های بزرگتر آماده هستیم، مثلا برای طرح کسه هزار و طرح بنیادی راه‌هایی که تاجیکستان را با مناطق اطرافش وصل میکنند. ما برای سرمایه گذاری طرح‌های بزرگ در تاجیکستان باز هستیم. جناب جونز، می توانید چند از طرح‌های موفق بانک اروپایی بازسازی و رشد را نامبر کنید؟ ما به خصوص از طرح‌های خود در بخش خدمت‌رسانی کمونالی و شبکه‌های آبرسانی افتخار می‌کنیم. ما تقریباً 10 سال پیش در خوجند همکاری با شهرداری، مؤسسه کمونالی و کارخانه آبرسانی را آغاز کردیم تا تامینات آب در خوجند بهتر شود. در اول خانه ها منظم با آب تامین نمی شدند، ولی ما با همکاری با آژانس رشد شویتزاریا برای این بخش کمک فنی کردیم، سرمایه اختصاص دادیم و به شرکت آبرسانی کمک کردیم که ترقی یابد. حالا شهر خوجند 24 ساعت در شبانه روز با آب تامین است و 97% خانه ها حساب کنکی آب دارند که امکان می دهد یک ثروت مهم و کمیاب به طور ثمرناک استفاده شود. 97% of households also have water meters. شما اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در یک سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟ Well, the sectors that we're perhaps most interested in at the moment are the energy sector and the banking. دو عرصه‌ای که ما با آنها عین زمان توجه داریم عرصه انرژی و بانکداری است. این دو بخش حالا با مشکلات جدی و پیچیده روبرو هستند. ما احساس میکنیم که در این جاده ها گام های خوبی برداشته شدند و همکاری ما در این زمینه ها با مقامات و مزاجانمان خوب است. ما میبینیم که کار به سمت درست پیش می رود. همه چیز در جریان اصلاحات و در یک شب درست نمی شود. اصلاحات جریان طولانی است. ولی ما باور داریم که عزم حکومت برای ادامه اصلاحات مستحکم است و امیدواریم که تدبیرهای اضافی و مؤثر در مرحله آینده اندیشیده می شوند و بانک اروپایی بازسازی و رشد برای همین اینجاست که با تاجیکستان در انجام اصلاحات کمک کند. And the EBRD is in Tajikistan to support that process. تشکر. همصحبت ما ریچارد جونز، مدیر دفتر نمایندگی بانک اروپایی بازسازی و رشد در تاجیکستان بود. سلام باشید. موفقیت. Спасибо.